سرخط خبرها انجام تحقیق مرگ عبدالقهار روزیخوف، برنامه پریسیلینی ساده تر می شود و شوکت میرزیویف تا سال 2040 در قدرت می ماند. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 4 اپریل است. الهام علیف پرزیدنت آذربایجان امروز با یک سفر رسمی به تاجیکستان می آید. در دوره این سفر در نظر است فروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان دایر گردد. طوری از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی خبر می‌دهند هدف از برگزاری فروم مذکور پیدا نمودن امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در ساحه‌های صنعت، انرژتیک، سیاحت، نقلیات و رشد صادرات میباشد. در فروم مذکور بیش از 150 نفر اشتراکچی از هر دو جانب از جمله راهبران و مسئولان وزارت اداره‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت و کارخانه‌های ساحه‌های گوناگون فعالیت خواجگی‌داری تاجیکستان و آذربایجان در ساحه‌های گوناگون اشتراک می‌نمایند. گفته می شود در دوره کاری فروم بین سوبیکت‌های بخش دولتی و خصوصی دو دولت سندهای نوی همکاری به امضا رسانده می شود. مفتشان تحقیق مرگ عبدالقهار روزیخوف را در کلاب به پایان رسانده ولی جزئیات را فاش نکردند. عبدالقهار روزیخوف 37 ساله و صاحب دو فرزند شب 2 ینور از طرف ماموران میلیسا دستگیر و در شرایط مرموز جان داده بود. منابع رادیو آزادی در دادستانی منطقه گفتند پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافعه رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کلاب روز 3 اپریل تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفتند. زمانی بررسی دقیق نیست. مقامات گفتند روزیخوف به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 دفعه اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگی او شدند. نزدیکانش ادعا دارند که او بر اثر شکنجه درگذشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیادی آمفتامین درگذشت. با این حال به اطلاع رسمی 3 مأمور میلیسا به بی‌صلاحیتی گمان بر هستند. 1 نفر بازداشت شده، 2 دیگر در آزادی است. 7 سازمان بین‌المللی از جمله International Partnership for Human Rights از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق‌نظرов را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال گذشته او را به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهام را نپذیرفته است. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین‌المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق‌نظرов را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزه ضد بی‌عدالتی نامید. وی گفت زندانی کردنش عمل شرم‌آور است. هر روزه که او پس پنجره می‌گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق‌نظرов را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه‌های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خاروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یکجا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکов ساکن ناحیه روشقلعه و بینظمی‌ها را در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق می‌کردند. در حالی که سازمان‌های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و راهبران گروه‌های جنایی نام برده است. هنرمندان مورگی خان بخارا تابستان امسال عزم دارند به تاجیکستان و به خصوص به نواحی بلندکوه بدخشان و شهر کلاب برنامه‌های هنری خود را پیشکش نمایند. آنها میگویند در این منطقه تاجیکستان هم هوادار دارند و باید با آنها رابطه فرهنگی بنیاد نمایند. در چند سال اخیر نوع موسیقی مورگی در شهرهای دوشنبه و خوجند بسیار رشد کرده و هنرمندان تاجیک سرودهای آن را می‌سرایند. خبرنگار رادیو آزادی به سراغ یکی از مورگی خانهای قدیمی ایرانی تبار نشان جان اوتامراد به شهر بخارا رفت. منم در پی این گفته‌های شما چند سال پیش خوانده بودم که شما یک شکوه هم، یک شکایت، یک اظهار ناراضگی هم کردید به همین سرودهایی که گویا سرودهای شما رو
نگینه امانقلوبه و همراه دمیربگ عالیموف سرایدند و رحمتشون شما پیشنهاد کردید که اجازت شما رو گیرن. بعد همین گفتگوزار شما چی شد؟ همین صحبت ها رو من در کدام روزنامه خوانده بودم اون وقت. توغری یک روزنامه وایکر گفته بودم که من خفایم نشدیم، چیزام نشدیم. این چونکه این صنعت، لیکن هر یک تا چیزه با اجازت، با دعای خیر. اگر هم یاشو گرن اگر اونه بسیار و یاشون در درون صنعت به عمرشان دراز میشد. دعای پیروکتی گشتیم، دعای استازوکتی ما تا حالی گشتیم. برای همون به پیر نرو که در امانه هرچند اسکندر زمانی گفته بیجیز نگفته است. شکل پوره صحبت را شما می توانید در سامانه رادیو زادی تماشا کنید. حکومت روسیه برنامه دولتی کوچبندی و یا پریسیلینیا را ساده تر می کند. در این باره میخائیل میشوستین سروزیر این کشور ضمن یک جلسه بیان داشته است. به گفته میشوستین افرادی که حجت‌هایشان در برابر زبان دولتی با روسی نیز پیشنهاد میکنند شرط نیست که آن را دیگر باره ترجمه و تصدیق کنند. اینچنین پیشنهادی شهادتنامه تولد، معلومات درباره تحصیل، تجربه کاری و دیگر معلومات شخصی لازم نبوده است. برنامه دولتی کوچبندی از سال 2006 به این سو عمل میکند و اون اساساً انتقال متخصصان و منطقه‌های دوردست روسیه را پیش بینی میکند. برای وضع این روسیه دوام چند ماه کاری به آنها شهروندی میدهد. از تاجیکستان هم صدها متخصص از جمله پزشکان و آموزگاران به واسطه این برنامه به روسیه رفتند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه سال 2021 بیش از 100,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند. معرکه دراز کردن ملت پرزیدنتی در ازبکستان به مرحله نو وارد شده است. کنستیتوسیای نو به شوکت میرزیویف امکان می‌دهد که تا سال 2040 در سر قدرت ماند. طرح نوی قانون اساسی ازبکستان را روز 30 اپریل امسال قبول خواهند کرد. در ازبکستان فعالان اجتماعی در نوبت ایستاده هر کدام می‌خواهند از اصلاحات به کنستیتوسیا جانبداری خود را بیان کنند. تلویزیون‌های دولتی ازبکستان از منزل ساکنان، از ورزشگاه‌ها، از دانشگاه‌ها و مکان‌های دیگری عمومی گزارش می‌دهند که در همه آن شهروندان از اصلاحات جانبداری می‌کنند. نظام بدون رقابت سیاسی این اختیار را از شهروندان گرفته است که به ضد اصلاحات معرکه آرایند. به باور تحلیلگران کنستیتوسیای آینده منطق خودکامگی دارد. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخوازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. 4 апрел 11 қарн пеш Робияи Балхӣ яке аз аввалин шоираҳои тоҷик зистааст, ки ҳамсари Абу Абдуллоҳи Рудакӣ буду бо ашъори ишқияш маъруф аст. аз ӯ чанд ғазалу рубоӣ расидааст, ки ба қавли Гулрухсор дар пояи баландтарини шеъри форсӣ эҷод шудааст ва ба сатҳи рубоии Рудакӣ баробар аст. мегӯянд ишқи Робияи Балхӣ ба як ғуломи бародараш барои эҷоди шеърҳои пурэҳсоси занона сабаб шудааст. мегӯянд ишқи мамнӯи фошшудааш боис шуд, ки бо амри бародар Робияро дар гармоба бо буғ куштаанд. 4 апрел бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи байналмилалии огаҳӣ аз мина як силоҳи хатарноки тарканда аст, ки дар қарни 21 ҳам аз ҷониби бархе гурӯҳ ё ҳукуматҳо зидди аҳолии мулкӣ ба кор меравад. дар хоки Тоҷикистон ҳам баъди ҷанги шаҳрвандӣ беш аз 800 нафар асосан шаҳрвандони мулкӣ аз минаҳои таркидаи ӯзбекистони даврони Ислом Каримов, ки гуфт ҳудуди кишварашро аз гурӯҳҳои ҷангӣ ҳимоя мекунад, куштаву захмӣ шуданд. ин минаҳо дар аҳди президент Шавкат Мирзиёев давоми 3 сол то соли 2021 аз марзи Тоҷикистон барчида шуданд. 4 апрели соли 2010 дар синни 82 солагӣ нависандаву адабиётшиноси маъруфи тоҷик Расул Ҳодизода даргузашт. муҳаққиқе, ки дар пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ кор кардааст, инчунин муаллифи романи Ситораи дар тирашаб дар бораи зиндагии Аҳмади Дониш, Парвози Шоҳин аз рӯзгори Шамсиддин Шоҳин ва қиссаи Мансури Ҳаллоҷ аст, ки ин шахсиятҳоро бо бадеияти баланд ба хонандаи асри 20 муаррифӣ кард. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред, зери ин барнома ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳбонатон.